بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی آقا انصاری؟ سلامت باشید آقا محمد از یزد. آقا انصاری انشالله امشب تلفن ما قطع نشه، ما دو سه کلام صحبت کنیم انشالله، امیدوارم. این برمیگرده به اصطلاح به مخابرات ایران، تقصیر ما نیست. آقا انصاری این کلیپایی که پخش کردید من یکیشو که منتقد هستم که قلوبه، اونی که در رابطه با انبیا حضرت امام حسین علیه السلام صحبت فرمودن. درست. ولی اون قسمت اولی که فرمودن یقین حضرت مولا امیرالمومنین بالاتر از ابراهیمه، من دلایلی میگم شما به من جواب بدید. شما ببینید همون آیه قرآنی که در رابطه با حضرت ابراهیم خوندید، بله. اونجا میفرمایند که ما ملک عالم و هستی را نشان دادیم به ابراهیم تا از یقین کنندگان باشد. بعد یه جای دیگه در قرآن هم هست که اونجا حضرت ابراهیم میگه که چجوری زنده میشیم. بعد میفرمایند که میخوام که از نظر قلبی من یقین پیدا کنم. بله. درست؟ اینا مشخصه که خود حضرت پروردگار کمک کردن به یقین حضرت ابراهیم علیه السلام. ولی ما در رابطه با خود مولا امیرالمومنین ما معتقد هستیم که دین اسلام از همه ادیان بالاتر است. این که بحثی توش نیست، شما قبول دارید. درست. اونا که دستن در کاران دین اسلام قرار میگیرن به طبع اونا هم بالاتر هستن. یعنی خود حضرت پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم ایشون دیگه 100% مشخصه که از همه پیامبرها بالاتر هست، اشرف مخلوقات هم دیگه. درست. این هم که بحثی توش نیست. خود حضرت پیامبر گفتن که به حضرت مولا امیرالمومنین که تو به منزله هارون، به من به منزله موسی، هارون به موسی هستی. یعنی در حال چیزی هستش که شما اگر که بعد از من پیغمبری بود، یا دیگه هم داریم که به قول حدیث بخاری هم که میگن انت منی و انا منک، تو من هستی من تو هم، یا تو از منی من از تو هم. یعنی ما در ایمان مولا امیرالمومنین شکی درش نداریم. هیچ موقع حضرت مولا امیرالمومنین به ایشون ملک جهان و هستی نشون داده نشد، ولی ایشون از یقین کنندگان 100% بودن. یعنی این چیز به قول معروف مود ازش نمیره. کمک هایی که خود حضرت مولا امیرالمومنین برای پیشرفت اسلام در صدر اسلام در جنگ ها غزوات ایجاد شد احدی نداشته. تو جنگ خندق حضرت پیامبر فرمودن که من یک لحظه تمام کفر را در مقابل تمام ایمان دیدم. یعنی در مقابل جنگ با عمرو بن عبدود که اگر عمرو بن عبدود پیروز شده بود اسلام از بین رفته بود. این گذشت و فداکاری که حضرت مولا امیرالمومنین کردن چگونه مقایسه میشه با کسای دیگه؟ اینا مرتبط با اسلام هستن. ما الان حضرت امیرالمومنین به دردمون خورده، یا مثلا فرض پیامبران، یا مثلا حضرت نوح و حضرت فلان. البته اونا احترام دارن، درسته، ولی ما شمشیر مولا امیرالمومنین به درد ما خورده، دستورات امیرالمومنین به درد ما خورده. ما چیزایی که در رابطه با توحیدی که حضرت مولا امیرالمومنین به ما رسیده اونا به درد ما خورده. نه حضرت مثلا حالا فرض کنید حضرت عیسی در زمان حضرت مهدی طبق روایاتی که تو صحیح مسلم هست ایشون پشت سر امام زمان اون روز که حالا ما میگیم مهدی، شما میگید مهدی، ایشون نماز میخونن. حدیث از میخواد من برای شما بخونم که اونجا حضرت عیسی میگن که خدا خواسته که من پشت سر شما امام شما باشی، شما نماز بخونم. پس بالاخره یه ارجحیتی هست دیگه. اینا هستش. حالا به صورت من اینو دارم که من میدونم، من از نظر خود من اینو میدونم که مولا امیرالمومنین برای من نفعش خیلی بیشتر از حضرت ابراهیم بوده. حضرت ابراهیم خیلی بالاست، ما حرفی نداریم، یعنی بحثی توش نیست. ولی اینی که مثلا وقتی شما به صورت اینی که شما فرمودید کفره که من فکر بکنم، نه، من اینجوری فکر بکنم. شاید فکر من اشتباه باشه. درست. تشکر آقا محمد. الان جوابتون رو بشنوید. ببینید فصل الخطاب
در بین من و شما قرآن کریم است. قرآن کریم اگر گفت که ای انسان ها ما فلانی رو افضل قرار دادیم بر دیگران یا فلانی رو برتری دادیم بر دیگران، ما دیگه حق نداریم بگیم نه خب حالا حضرت علی هم فلان خدماتی را انجام دادن برای دین اسلام، ما میاییم اینجا حضرت علی رو برتر میدانیم. مثلا در آیه 33 سوره آل عمران الله سبحانه و تعالی میفرماید، دوستان اگر نشون بدن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. الله سبحانه و تعالی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید. بر جهانیان برگزید یعنی چی؟ بر همه جن و انس برگزید. و در آیات دیگری که شاید خودتون اطلاع داشته باشید میگه که الله سبحانه و تعالی پیامبران الهی رو بر همه جهانیان افضلیت داد. ببینید ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی العالمین، بر همه عالمین برتریت داد. حضرت ابراهیم چرا امام الانبیا بهش میگن؟ پایه‌گذار توحید، کسی که خانه الله سبحانه و تعالی کعبه مشرفه را در مکه مکرمه بنا نهاد حضرت ابراهیم بود. اولین پیامبری که تبر برداشت و بت‌ها رو شکست حضرت ابراهیم بود. به خاطر همین بهش میگن ابوالانبیا، امام المتقین، امام الانبیا، که الله سبحانه و تعالی نام سیدنا ابراهیم علیه السلام را همانطوری که در قرآن کریم وعده داده به ایشون تا آخر الزمان ایشان را بر همه عالمین برتر میدانه به خاطر خدمات ارزنده‌ای که در راه توحید و یکتاپرستی برداشتن. اما ما در قرآن هیچ وقت نداریم که الله سبحانه و تعالی فرموده باشه که مثلا حضرت علی رو یا ائمه اهل بیت رو ما بر انبیا افضل میدانیم و این فصل الخطاب است و در قرآن نمیشه که مجادله کرد. اما اینکه فرمودید که شما آقا محمد، من بارها گفتم که شما کی هستید؟ شما شیخ توسی هستید، شما شیخ مفید هستید، شما شیخ کلینی هستید، شما علامه به اصطلاح مجلسی هستید. کی هستید که نظر تشیع رو میخواهید بر دیگران بقبولانید، در حالی که در دین و مذهب تشیع حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه برای نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم شک داشت. یعنی قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث بشه، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اصلا ایمان نداشتن به اسلام، ایمان نداشتن به پیامبر. چطور شما کسی رو که به پیامبر ایمان نداشته و در ایمان پیامبر شک داشته و بعد از اینکه مشوره کرده، بعد از اینکه تحقیق کرده آمده مسلمان شده، ایشون رو میگید که بر پیامبر الهی ابراهیم علیه السلام افضلیت میدین؟ اما اونجایی که ابراهیم علیه السلام از الله سبحانه و تعالی در مورد به اصطلاح قضیه زنده کردن پرنده و این مسائل صحبت میکنه، اون برای اطمینان قلبی است، برای اینکه به بشریت نشان داده بشه و این مسائل در قرآن کریم ذکر بشه. این که من گفتم حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو شما شیعیان اعتقاد دارید که ایشون شک داشتن در نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، دوستان عزیز این کتاب رو نشون بدن. سعد السعود از آقای ابن طاووس است و ابن طاووس شما میدونید که چه جایگاهی دارن در مذهب تشیع. این صفحه دوم کتاب ایشون هست و کتابم چاپ ایران هست. این شناسنامه کتاب دوستان اگر بتونن زوم بکنن، در ایران چاپ شده، وهابیا یا داعشیا این کتاب رو چاپ نکردن. در صفحه 345ش در اینجا یک روایتی رو میاره که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد، حضرت علی دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم داره نماز میخونه و این بعد از اسلام خدیجه بود، به 3 ایام، 3 روز بعد از اسلام خدیجه حضرت علی دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره نماز میخونه. فقال ما هذا یا محمد، ای محمد این چی کاری که تو داری انجام میدی؟ فقال هذا دین الله عز وجل، این دین الله عز وجل است. فهل لك فی، آیا میخوای که وارد این دین بشوی؟ یعنی چی؟ یعنی که حضرت علی قبلا وارد این دین نبوده. فقال ان هذا دین یخالف دین ابی و انا انظر فی، گفت که این دین مخالف دین پدرم هست و من در موردش فکر میکنم میبینم. فقال له رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون فرمودن که انظر واکتم علیه، ببین، فکر بکن و پنهان بکن این امر. فکتم علیه یومه، یک روز کامل ایشون پنهان کرد، با پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد صحبت نکرد. ثم آتاه
فآمن به و صدقه. بعد از اون آمد ایمان آورد. یعنی چی؟ یعنی قبل از اون سیدنا علی ایمان نداشته و صدقه ایشون رو تصدیق کرد. یعنی چی؟ یعنی قبل از اون تصدیق نمی کرده. و فشى الخبر بمکه ان محمدا قد جن. بعد از اون میگه خبر در مکه منتشر شد که محمد صلی الله علیه وسلم دیوانه شده و این تهمتی بود که به ایشون زدن. بفرمایید آقا محمد. آقای انصاری ببخشید، همین حدیثی که الان خوندی اولش میگه که وقتی که دیدن حضرت رسول الله نماز میکنن فرمودن که این چه کاریه، در صورتی که قبل از این سالها حضرت رسول الله در غار کجا بود که عبادت میکردن؟ غار سور بود یا حرا بود، نمیدونم، آقای که از این غارا بود که خدیجه برای ایشون غذا میبردن، حضرت امیرالمومنین برای ایشون غذا میبردن. اینا همه آگاه بودن، اینا از خرافات دروغ، اینا کذب محض. اینا شما بدونید. آقا محمد چی میگید؟ اجازه بدید آقا انصاری، شما میگید کرم الله وجهه، برای چی؟ دلیل. برای اینکه یه دفعه دلیل. برای اینکه یک دفعه چیز نکرده، سجده نکرده بر بت. دلیل. که تو بعد دید اینکه به بت سجده نکرده دلیل این نمیشه که ایشون ایمان داشته. خیلیا بودن به بت سجده نمیکردن. دایی خدیجه رضی الله تعالی عنها، دایی ایشون هم به بت سجده نمیکرد. خیلی حضرت ابوبکر صدیق به بت سجده نمیکرد. خیلی از صحابه بودن که به بت سجده نمیکردن. در مکه همه بت پرست نبودن. خیلیا رو بهشون میگفتن ابراهیمی، حنفی، یعنی به دین ابراهیم. حضرت علی ابراهیمی بودن. حضرت علی ابراهیمی بودن. اگر امروز کسی بیاد بگه که من ابراهیمی هستم و مسلمان نیستم، آیا ایشون مسلمانه؟ نه، ابراهیم پیغمبرم خدا در قرآن میگه شما از آقا محمد حرفی نزنید که مردم، آقا محمد عزیز حرفی نزنید که مردم بهتون بخندن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، گوش کنید آقا محمد، گوش کنید آقا محمد، قرآن کریم خدا به حضرت رسول الله میگه شما بر پیرو حضرت ابراهیمی، به دین حنیف ابراهیمی، نه دین عیسی و موسی. آقا محمد یک دلیل، آقا محمد ببینید، یک دلیل از قرآن بیارید که حضرت علی بر انبیا برتر است. من حرف پیغمبر، هرچی پیغمبر دلیل از قرآن، دلیل از قرآن، دلیل از قرآن، حرف پیغمبر حرف قرآنه. دلیل از قرآن. شما همین آیه که خوندید آقا انصاری، همین آیه که الان خوندید، خب که میگه شما به حضرت موسی، به حضرت ابراهیم پروردگار میفرمایند که ما ملت تو را و تو را بر جمیع انبیا، بر جمیع مردم گرامی‌تر و افضل کردیم. کجا گفته ملت تو را؟ کجا گفته ملت تو را؟ کجا گفته ملت تو را؟ بخونید آیه را. ملت ابراهیم، ملت ابراهیم، ملت ابراهیم. همین الان آیه را خوندید شما اینجا. غیر از ببینین ملت، ما میگیم که امت اسلامی بر همه امتها افضلیت داره، نه بر پیامبران. امت چیز دیگه است، پیامبر چیز دیگه است. خود پیامبر، خود این آیه یه دفعه دیگه نشون بدید. همین آیه که الان من آیه دیگر رو خدمتتون میخونم. دوستان اینو نشون بدم. نه اجازه بدید، همین کنید، همین اجازه بدید. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، نشون میدم کل من الصالحین و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. بر همه عالمین میگه اینها رو چیکار کردیم؟ برتریت دادیم. در زمان خودشون این کارو کردن. ببین آیه بعدی، آیه سوره آل عمران، آیه 33، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خیلی خوب، اینا در زمان خودشون، نه که در زمان دیگران. تشکر میکنم آقا محمد، تشکر میکنم آقا محمد عزیز، آقا محمد برادر عزیز، برادر، سر صدا نکنید آقا محمد، گوش کنید. دلیل از قرآن برای افضلیت علی بر انبیا. دارید دلیل از قرآن؟ شما پیامبر قبول دارید که جواب من رو بدید، میایم نوبت پیامبرم میرسه. جواب من رو بدید. دلیل از قرآن دارید؟ دلیل از قرآن ما اسم نبوده حضرت علی مثلا بالاتر است، ولی حضرت مریم هم، شما حضرت مریم افضل از مثلا زنهای عالم است. درسته؟ همونجا که آیه محمد، آقا محمد هیچ جای قرآن نگفته که مریم بر ابراهیم افضلیت داره. سیانمایی نکنید. پس در قرآن دلیلی وجود نداره که حضرت علی بر انبیا افضلیت داره. حالا بریم سر سنت. یک روایت از اهل سنت بیارید
یک روایت مورد قبول، یک روایت صحیح السند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشند که یا ایها الناس علی بر انبیا افضلیت داره. بفرمایید. شما ببینید حدیث‌های مختلفی که تو کتاب‌های شما هستش، همین حدیث منزلت، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تشکر میکنم. یعنی تشکر میکنم. آقای محترم، برادر عزیز، من خدمتتون عرض کردم حرفی نزنید که مردم بخندن. من میگم دلیل بیارید، یک روایت بیارید. آقا محمد، یک روایت بیارین که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشن که حضرت علی بر انبیا افضلیت داره. از روایت اهل سنت که نیست، ندارید، نمیتونید بیارید. همه این روایتایی رو که میارید اینا فضایله. اینا فضایله. روایت دیگر روایت از بالمؤمنین من انفسهم. این کی بود؟ این حضرت رسول الله فرمودن نه در روز قدیر. اینا از مردم پرسیدن یا نپرسیدن؟ الا بالمؤمنین من انفسهم فرمودن. جمعیت گفتن آره تو هستی. یعنی چی؟ یعنی آیا من از شما اولاتر از خودتون نیستم؟ فرمودن چرا؟ گفتن چی؟ فعضا کنت مولا فعضا علی مولا. پس به خاطر اینکه من بر شما. کجا گفته که بر انبیا افضلیت دارن عزیزم؟ کجا گفته؟ اگر شما قرار باشه از این استدلال بکنید که حضرت علی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، پس افضلیت بر پیامبر هم داره، افضلیت بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم داره که این کفره. هر کسی این اعتقاد داشته باشه. ببین خود حضرت رسول الله گفتن هر کس من بر اون مولا هستم، حضرت مولا امیرالمومنین هم بر اون مولاست. کی مولاست؟ کسی که به خودش از خودش نزدیک‌تره میشه مولا. این چیزی از خود حضرت رسول الله تشبیه کردن. آقای محترم، بنابر همین دلیل شما آیه قرآن میگه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پس امسران پیامبرم بر همه انبیا و بر همه اولیا و بر همه صحابه و بر همه اهل بیت افضلیت دارن. نه این چیزی دیگه. نه اینجا که فقه مراد شما نیست. نه علی کل حال من یک فرصت دیگه به شما میدم. یک آیه از قرآن، یک روایت از کتب شیعه، یک روایت از کتب اهل سنت بیارید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشن که حضرت علی بر ابراهیم افضلیت داره. بفرمایید. ببینید آقای شما این که حضرت مولا امیرالمومنین بگه حضرت ابراهیم بالاتر از اینجوری که نگفته، ولی خود حضرت رسول الله که بر حضرت ابراهیم افضلیت دارن میگن من با حضرت علی یکی هستم، انت منی و انا منک. پس حضرت علی هم به طریق اولا میشه بالاتر از حضرت ابراهیم. حضرت پیغمبر هم حرف پروردگاره. اگر که بر اساس این منطق شما باشه، پس اونجا هم امسران پیامبر بر همه افضلیت دارن، بر همه جهانیان. چرا اونجا ندارن؟ چرا اونجا ندارن؟ پیامبر بر همه زنان معمولی افضلیت دارن، بحثی توش نیست. حتی به فاطمه زهرا؟ حتی بر فاطمه زهرا؟ نه دارن به زنان معمولی. عزیزم اینجا حضرت فاطمه رو استثناء نکرده. تشکر میکنم. شما 18 دقیقه پشت خط هستید آقا محمد گرامی. یک روایت نتونستید بیارید از کتب شیعه یا از قرآن کریم بر افضلیت سیدنا علی بر انبیای الهی و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. پاتی میکنید، خوب و بد با هم میسنجید. این کارو نکنید. ما تشخیص میدیم یا مردم هم تشخیص میدن. شما خوب و بد مردم الحمدلله بینندگان فهیم شبکه جهانی وصال حق در حدی از سواد علمی الحمدلله قرار گرفتن تا خوب و بد از هم تشخیص بدن و قضاوت بکنن. تشکر میکنم از شما.